سلام دوستان، اومدیم با یه ماینکرافت جدید، ولی یه دفعه پورتال ها از لول 1 تا بزرگترین پورتال اند داریم. خب اولین کاری بکنیم یک چی بود ها، فندک. یه فندک میگیریم دستمون. خب میای پایین لول 1 اولی میبینیم روشن میشه یا به نظرتون؟ خب بروریم. نه، پورتال روشن نمیشه. پس خب لول دوم میبینیم نه، اینم روشن نمیشه و اینم پورتال خودمونه که حتما روشن میشه. بله اینم روشن شد. خب حالا پورتال بعدی چهارمی، بله اینم روشن میشه. خب بعدی اینم روشن میشه و حالا میرسیم به آخرینش، بزرگترین پورتال. حالا بزنیم برو کنیم و به اینم اومد. خب بچه ها لول 1 تا لول آخر شروع کردیم. لول تا آخر شروع کردیم، جواب دادن. خب اگه میخواین از این ویدیو دوباره بذارم، لایک و ساب کن.